با درود خدمت دوستان کانال دوستداران طبیعت. علف گزنه رو میبینین که خاصیت دارویی خیلی بالایی داره. موقع جمع کردن دستای آدم نیش میزنن که نیش زدنش هم حتی برای پایین آمدن فشار خون، خود برگش و ساقش برای فشار خون، ریشهش برای قند، چربی و فشار خیلی مفید و قابل استفاده است. کسانی که فشار، قند و چربی خون دارن، این گیاه بهترین درمان است. الان هم که یواش یواش داره این گیاه خشک میشه. گیاهی 1 ساله است. خشک میشه باز تا سال جدید. کسانی که برای زمستان دیگه میخوام برای مریضیشان، الان آخرین موقعیته که دیگه بعد خشک میشه و دیگه از دست میدنش. انشاءالله هیچ مریضی دیگه وجود نداشته باشد. همه مردم سالم و صحیح و سلامت و تندرست باشند. تا درودی دیگر، بدرود.